سلام به دوستان. امروز میخوام در مورد استارتاپ ویزای استونی برای شما ویدیو بگیرم و تجربه خودم رو به اشتراک بذارم. روال نسبتاً سرراست و ساده ای داره و با هم شروع میکنیم. من هر جایی که به نظرم رسید باید توضیح اضافه بدم میدم. اول وارد وبسایت میشیم startupestonia.ee و از این تب استارتاپ استونیا استارتاپ ویزا رو انتخاب میکنیم. صفحه استارتاپ ویزا که باز شد باید بیاید پایین و چند تا اطلاعات جالبی تو این صفحه هست و یه تست خیلی ساده هم گذاشته که کسی بتونه تخمین بزنه که آیا استارتاپ اونها متناسب هست برای این برنامه یا نه. و بعدش باید بیایید روی گزینه I'm a foreign founder کلیک بکنید. وقتی که وارد تب صفحه فورین فاوندر میشین، اونجا میشه باز همین مقداری توضیحات داده، میتونید نگاه بکنید. توضیحات خوبی هن، به درد میخورن، ولی ما برای اپلای کردن گزینه اپلای فور ویزا رو انتخاب میکنیم. یک پیجی باز میشه، یک اپلیکیشن اینترنتی هست به نام دیلوم یه شرکت استونیایی اینو ساخته و یه سری انکوباتورها، اینوسترها و مخصوصا اداره استارتاپ ویزای استونی و لیتوانی از دیلوم استفاده میکنه. بازم یه مقداری توضیحات داده راجع به اپلیکیشن که چه چیزهایی نیازه. نمونهش این که استارتاپ شما حتما باید محصولی که کار میکنه یا MVP Minimum Viable Product رو داشته باشه. استارتاپی که هنوز توی مرحله ایده است، آیدیا استیج هست، قبول نمیشه. استارتاپ حتما باید حداقل 2 نفر مؤسس داشته باشه. استارتاپ های تک نفره رو قبول نمیکنن. همچنین رزومه و لینکدین، مالا خودشون میگن رزومه یا لینکدین، ولی به نظر من رزومه و لینکدین لازمه. الان میایم اینا رو میتونید بخونید، بعد میایم برای کانتینیو رو کلیک میکنیم. خب اینجا باید به طور عادی شما Create a New Company Profile رو بزنید. منتها اطلاعات ساده ای میخواد. من چون قبلا انجام دادم این رو، مستقیم شرکت خودم رو انتخاب میکنم. فرم اصلی اپلای باز میشه، بهش میگن Company Application. اسم شرکت رو مینویسید یا اسم برندتون، لوگوی شرکت، واحد پول شما چی است که استفاده میکنید و یک چیز مهمی که واقعا اینو اهمیت بهش میدن، اولین چیزی که میخونن یه وان لاینر از شما میخواد، یه در حد مثلا 1 خط توضیح استارتاپتون. وبسایت شرکتتون، شرکت بدون وبسایت رو قبول نمیکنه. و گزینه بعدی میپرسه که آیا شما شرکتی رو در استونی رجیستر کردین یا نه هنوز، که برای ایرانی‌ها باید بزنید هنوز نکردین. و اگر شرکتتون در ایران ثبت شده، اینجا میتونید بزنید که این شرکت قبلا ثبت شده ولی نه در اروپا. در ایران اشکالی هم نداره. اسم قانونی شرکت رو میخواد، کد ثبتش، تاریخ ثبت و آدرسش. بعد از این میرسه به مرحله کاری شرکت. داخل مرحله کاری باید نشون بدین که محصول شما در چه مرحله‌ای هست و الان دارید چه کار میکنید.
در کمپانی استیج 4 تا مرحله مختلف وجود داره. یکی مرحله ایده که رد میکنن، اصلا توضیح داده بود اولش. یکی مرحله MVP، یکی مرحله متناسب کردن محصول و بازار و مرحله گسترش بازار. به نظر شخصی من فقط این 2 تا مرحله قابل ارائه و قابل قبول شدن هستن. بعد کتگوری کارتون نرم افزار، سخت افزار یا سایر صنعتی که داخلش هستید. من شرکت خودم اگریتک هست، زدم سافتور اگریتک. حالا شما بسته به استارتاپ خودتون. و بعد یه لیستی میاره که چه تکنولوژی هایی رو دارید برای، یعنی استفاده کردین برای ساختن این محصول. 1 تا 3 تکنولوژی رو باید انتخاب بکنید. یک لیست خیلی طولانی داره، این رو دقت کنید و دقیق انتخاب کنید. این چیز بسیار بسیار مهمی، چون داوری که انتخاب میکنن یه کمی متفاوت میشه. بعد از این گزینه نوع مشتری شما رو میپرسه که آیا بیزنس تو بیزنس هست یا بی تو سی هست. مدل‌های مختلف بی تو بی تو بی، بی تو بی تو سی، اینم دقیق انتخاب کنید. اگر هم چند تا هست هیچ اشکالی نداره، چند تا رو بزنید. بعد شما پیچ دک خودتون رو که PDF کردین واگذاری میکنید. یه بخش مدیا داره. این مدیا هر ویدئوییه که شما راجع به محصولتون دارید ولی ارتباطی به پیچ دک نداره. یه گزینه دیگه نهایتاً داره برای پیچ دک ویدئویی، با این متفاوته. شما مثلا یک ویدئوی معرفی محصول داشتم، اینجا گذاشتم اپلیکیشن رو معرفی میکنم، ولی هر چیز مرتبطی میتونه باشه، حتی یه ویدئوی تبلیغاتی. تو قسمت ایمیج هم من خودم شخصا اسکرین شات اپ رو گذاشتم، ولی باز هم همه چی میشه گذاشت و تعدادش هم تقریبا محدودیت نداره. هر چیزی که دارید اینجا بارگذاری کنید و به درد بخوره. بعد وارد تیم میشیم. اطلاعات اعضای تیم رو یکی یکی نیاز داره و باید وارد کنید. قسمت اطلاعات تماس، آدرس لینکدین یا شبکه‌های دیگه اجتماعی، اگر فیسبوک، حالا اینا دل بخواهیه ولی لینکدین الزامیه که لینکدین رو وارد کنید. بعدش نقش اون فرد در تیم رو میپرسه که اینجا باید بزنید که من خودم رو زدم، بنیانگذار و CEO هستم. حالا اینجا میایید نقش خودتون رو در تیم وارد میکنید و اگر عضو فاوندر هست، به نظر من فقط کسانی رو بذارید که جزو فاوندر تیم باشن، یعنی حتما این گزینه باید تیک بخوره. بعدش میپرسه که تجربیات مرتبط شما چی هستن. من برای خودم تجربیاتم رو نوشتم که تحصیلاتم هم مرتبطه، بستگی به کیس خودتون. بعد نفرات دیگه تیم رو اد میکنید. حتما 1 نفر دیگه رو هم ادمین کنید به غیر نفر اصلی. و بعدش مشخصات شامل محل تولد، آدرس ایمیل، دیگه همه چیزای گزینه‌های مختلف رو اینجا باید وارد بکنید. بعد از اینکه تمام اینا وارد شد، تعداد اعضای تیم رو وارد میکنید و حالا 2 تا سوال دیگه پرسیده. این سوال که حالت خیلی گیر انداختنی داره، میپرسه که آیا هیچ یک از اعضای تیم کامیتمنت چی میشه، تعهد دیگه غیر از این استارتاپ داره یا نه، چه تحصیلی چه کاری. اینا حتما باید بگید کس دیگه کامیتمنت نداره و همه میخوان این کار استارتاپ رو انجام بدن. بعدم یک سوال جالبی میپرسه که به عنوان یه CEO 3 تا موضوع اصلی فوکس شما، تمرکز شما چیه؟ این رو باید بر اساس محصول خودتون جواب بدید. جواب من رو اصلا کپی نکنید. من بر اساس محصول خودم و اون استیج و مرحله‌ای که ما خودمون بودیم جواب دادم.
بعدش میریم برای صفحه بعدی. رو صفحه بعدی حالا باید مشکلی که وجود داره و ما میخوایم حل کنیم یا حل کردیم رو توضیح بدیم. دوستان این جواب ها مهمن، همشون بررسی میشن و به هیچ عنوان از AI کپی نکنید اینجا بذارید. کمک گرفتن از چت جی پی تی یا سایر هوش مصنوعی ها اشکالی نداره، ولی اینا متوجه میشن که هوش مصنوعیه و ریجکت میکنن. باید جملات تا اونجایی که ممکنه جملات خودتون رو استفاده کنید، یا اگر دادین متن کلی هوش مصنوعی نوشت باز اصلاحش بکنید. اصلا نگید نیایید کپی کنید از چت جی پی تی داخل این فرم، این خیلی تابلوه. حالا چند تا سوال پرسیده. یکی میگه که مشکلی که وجود داره رو در 2 تا 3 سنتنس مثلا عبارت توضیح بده. باید کوتاه توضیح بدید و همشون هم محدودیت کاراکتر دارن. و سوال دوم اینه که الان که اون محصول، مثلا جایی که اون محصول وجود نداره، مردم چه کاری مجبور شدن به جای این انجام، نیازشون رو چجوری رفع کردن. این هم باید توضیح بدید که مثلا مشکل اینو الان اینجوری سر میکنن ولی خب ما میایم و حلش میکنیم. اینجا راجع به راه حلتون توضیح نمیخواد. میتونید یه اشاره کوچیک بکنید ولی زیاد توضیح ندین اصلا، چون این صفحه پرابلم، صفحه مشکل. میریم صفحه بعدی. حالا اینجا به صفحه سولوشن یا راه حل میرسیم. الان میگه بیاید سولوشن خودتون رو توضیح بدین. راه حل شما چی؟ باز هم به صورت مختصر این رو توضیح میدین. بعد میگه که خب الان شما کجای این کارید؟ آیا نمونه دارید؟ آیا هزینه میگیرید براش؟ یعنی شروع به درآمدزایی کردین؟ کی نمونهتون تموم شده؟ اینا رو باید جز به جز توضیح بدید. با اینکه محدودیت کاراکتر هم داره، فکر میکنم 500 کاراکتر، اینو مواظب باشین. دقیق توضیح بدین و به هیچ عنوان غلو نکنید. محصولتون رو دقیق توضیح بدین، چون اینا رو میرن مطابقت میدن با پیچ دکتون، با مدارکی که دادین، با سایتتون، با ویدئوتون. و سوال آخر میگه Is your MVP ready for users؟ اینو حتما yes بزنید. اصلا شرط اول این استارتاپ استونی که یادتون باشه توی اون صفحه اول آورد این بود که استارتاپ باید MVP رو داشته باشه یا استیجای بعد از این باشه، قبل از این رو قبول نمیکنه. حالا میاد صفحه 5 راجع به بازار شما میپرسه. اینم صفحه نسبتا مهمیه. نکته‌ای که حالا من این نکته کلی راجع به بازار میگم، حالا شما خب میگید مثلا مشتریم اینن فلانن، حتما تو بازارتون اروپا رو هم لحاظ بکنید. یعنی اینجا توضیح بدین که حالا مثلا شرکت‌های اروپایی، مصرف کننده اروپایی هم میاد از ما خرید میکنه یا کلابریشن میکنیم. این براشون مهمه. بعد میپرسه که حالا سرعت رشد مارکت چقدره. اینم باید اینو اعداد پرت اصلا ندیم و اعدادی که از خودتون در نیارید. اینو بر اساس اطلاعات عدد واقعی بدین. به تیمی که این رو بررسی میکنه، اگر بررسیتون به تیم برسه کامل توضیح میدم بعدا. اینا متخصصن و هر روز دارن این بررسی رو میکنن، میفهمن وقتی کسی عدد بی دلیل و بی منطق میده. بعد میگه یونیک ولیو پروپوزیشن شما چیه؟ این آورده دور نایاب استارتاپ شما چیه؟ این رو هم کامل توضیح بدین. و دیگه سوالایی که میپرسه راجع به رقباست، این هم مهمه. باید توضیح بدین که چرا محصول شما بهتر از رقباست. ولی خب خیلی وقتا شرکتایی رو هم گرفتن که خیلی بهتر از رقبا نبودن، ولی یه بخش کوچکی از بازار رو حداقل در اختیار داشتن. این استارتاپ استونیا حتما هدفش این نیست که شرکتی که میاره یونیکورن بشه. هدفش اینه که شرکتی که میاره فعال و موفق باشه. بعد میپرسه که حالا چرا بیزنس شما رو نمیشه کپی کرد، تقلب کرد در روش و
مثلا به شما ضرر زد یا یکی دیگه بیاد جا شما رو بگیره، باید توضیح بدین که چرا کپی کردنش سخته. بعدش لیست رقبا رو میخواد. لیست رقبا رو حتما واقعی وارد کنید. میریم صفحه بعد. صفحه بعد راجع به بیزنس مدل هستش. این هم سوالهای مهمی هست. بچه ها سوالهای بیزنس مدل رو به هیچ عنوان از AI کپی نکنید. یعنی به نظر من به قلم خودتون کامل بنویسید. میپرسه که بعد سوالا رو هم شفاف پرسیده با نثر ساده انگلیسی که شما هم جواب رو ساده بهش بدید. مثلا میگه بیزنس مدل تو بگو و بگو اصلا چجوری داری چجوری میخوای پول در بیاری یا داری در میاری. باید بگید که مثلا اینجوری میفروشم، اینجوری مشتریام میان، مثلا این مشتری من. بعد میگه حالا نحوه جذب مشتری جدید چطوری. اینم مهمه، اینم مارکتینگ پلنتونه، باید بتونید توضیح بدید. سوال مهم دیگه ای که میپرسه کاست استراکچر هست که حالا هر مشتری چند درصد محصول فروش، مثلا چند درصد مبلغی که میفروشین صرف آوردن مشتری جدید یا هزینه های دیگه و اینها میشه. بعد میپرسه که حالا بیشترین هزینه شما چیه، مین کاست درایورتون چیه، بیشترین هزینه ها. و نهایتا میپرسه که چی باعث عدم پیشرفت شما یا کند شدن پیشرفت کار شما میشه. به نظر من تمام این سوالات رو صادقانه جواب بدید. چون میگم اونایی که نشستن و اینا رو میخونن هر روز دارن 1-2 تا استارتاپ رو میخونن، شاید هم بیشتر، و حرفه‌ای هستن. شاید 5 سال پیش یا مثلا حدود 7 سال پیش که استونی شروع کرد شاید نفراتی که گذاشت حرفه‌ای نبودن، ولی فکر کنید 7 سال مرتب مردم اپلای کردن و تقریبا همون نفرات خوندن. مثلا این خانمی که الان مسئول این استارتاپ ویزای استونی هست، خانم ساندرا ربانه، ایشون 5 ساله تو این کاره، یعنی همه استارتاپ ها رو دیده. میریم صفحه بعدی. الان میاد میپرسه که راجع به اقتصاد کار شما که آیا شما اینوستمنت میخواید یا نه بگیرید. به نظر من حتما بزنید، حتی اگر سرمایه گذار نیاز ندارید بزنید نیاز دارید، بزنید اینوستمنت میخواید. این استارتاپ شما رو خیلی واقعی تر جلوه میده. بعد ازتون میپرسه که خب حالا به نظرتون ارزش شرکت شما چقدره؟ با توجه به اون مقدار سرمایه‌ای که نوشتی دنبالش هستیم، اینجا ارزش شرکتتون رو اعلام کنید. و بعدش هم میگه حالا یه کپ تیبل، یه اکسل ساده است که افرادی که سهام دارن رو اسمشون رو و درصد سهامشون رو باید بنویسید. صفحه 8 میپرسه که حالا استراتژی شما چیه؟ استراتژیش منظورش اینه که بعد از این که اومدین به استونی مثلا برنامه‌تون چیه برای بازار اروپا، وارد بازار اروپا که شدین برنامه چیه؟ میگه مثلا چند نفر کارمند میخوای استخدام کنی، الان وضعیتتون چطوره، رونیو چطوره، ترکشن چطوره، سرمایه گرفتین یا نه. بعد یه سری سوالای تخصصی تر راجع به بیزنس میپرسه. به نظر من اینها رو هم تا جایی که براتون مقدوره اعداد واقعی اعلام کنید. نهایتا میپرسه که حالا قدم بعدی شما چیه؟ برای قدم بعدی به نظر من همیشه بگین که قدم بعدی ما اینه که وارد بازار اروپا بشیم، شرکت رو در استونی ثبت کنیم و گسترش بدیم، منتها با جزئیات این رو بگیم که دقیقا مثلا این کارها رو میخوایم انجام بدیم. بعدش هم میپرسه what might go wrong، حالا چه چیزایی ممکنه خرابکاری بشه، چه اتفاقی بیفته، و اینکه چه شرکتی ممکنه بیاد و شرکت شما رو بخره. اینو اسم مثلا 2-3 تا شرکت بزرگ که واقعا ممکنه یه استارتاپی مثل شما رو بخرن بیاید نام ببرید، شرکت های اروپایی ترجیحاً. و میپرسه که حالا اگر ظرف 3 ماه بخوای شرکت رو بفروشین، حداقل رقمی که برای کل استارتاپ میگیرید و راضی هستید چه مبلغی؟ توجه کنید این مبلغی که اعلام میکنید باید با اون مبلغی که
تو صفحه قبل راجع به سرمایه گذاری نوشید همخوانی داشته باشه. صفحه آخر خیلی چیزای ساده تریه، میگه که آیا اختراع دارین یا نه؟ این مورد مهمه. میگه لینک پیچ دک ویدئویی‌تون رو بذار. پیچ دک ویدئویی چیه؟ یک ویدئویی به انگلیسی 2 تا 3 دقیقه‌ای که شما اسلایدهای پیچ دکتون رو در حد مثلا 5-6 تا اسلاید، چون 2 تا 3 دقیقه بیشتر نیست، مرور میکنید و خودتون روش صحبت میکنید. سعی کنید مثل همین الان من که این صفحه رو دارم بررسی میکنم و ویدئوی خودم رو هم میبینید، شما هم همینجوری ویدئو ضبط کنید و صدای خودتون باشه. به هیچ عنوان از صدای AI voice over استفاده نکنید. بعدش میگه additional files رو بارگذاری کنید. باز هم هر چیزی که دارین بذارین. پیچ دک داره، بیزنس پلن داره، فاینانشیالز داره، فکت شیت داره، دو دیلیجنت داره. هر چیزی که دارین مدارک رو اینجا بارگذاری کنید. نهایتا هم میپرسه که حالا چجوری فهمیدید استارتاپ ویزا، چجوری با ما آشنا شدید، که خیلی مهم نیست. بعدش دکمه سابمیت رو باید فشار بدید. من چون خیلی وقت پیش این رو سابمیت کردم، الان این کار رو انجام نمیدم. بچه خیلی سیستم استارتاپ استونیا سخت نیست و خیلی هم سریعه. ظرف 1 تا 2 روز، حالا بعضی وقتا نهایتا 3 روز، این خانم ربانه میاد و بررسی اولیه میکنه و اگه تشخیص بده که شروط اولیه رو استارتاپ شما داره، میفرسته برای رأی گیری یا کمیته استارتاپ. داخل کمیته هم اگه نفرستاد که ریجکت میکنه، براتون مینویسه که نفرستادم. یه لیست دلایل مینویسه که جنرالن، اختصاصی نیستن، ولی احتمالا یکی از اون دلایل بوده. اگر فرستاد، رأی گیری میشه. معمولا حدود 1 هفته طول میکشه و بهتون رأی مثبت یا منفی میدن. امیدوارم که اپلای بکنید. حتما مدارکتون کامل باشه، پیچ دکاتون خوب باشن، پیچ دکا رو ترتمیز و با حالت گرافیکی زیبا تولید کنید، چون معمولا پیچ دک رو نگاه میکنن. اطلاعات، اعداد واقعی بزنید و تیمتون همشون لینکدین داشته باشن، لینکدین بروز آپدیت شده، و همین نکات ریز رو رعایت بکنید. امیدوارم که قبول بشین، تشریف بیارین و اروپا همدیگه رو ببینیم. اگر اومدین استونی حتما به من پیام بدین. منم هر بار مسافرت کردم تالین بیایم و با هم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم. موفق باشید.